السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بهذا العلم في دارين. وعلیکم السلام. بله، امروز درس در مدرسه میگذاریم. در مکانی که هر روز درس میگذاریم الحمدلله مکانی پربرکت است، جای تحصیل علم است. الحمدلله مکانی است که فرشتگان همه وقت در احاطه هستند، چون که در حدیث می آید وقتی که هر یک مسلمان ها وقتی که جمع آیند و تحصیل علم میگذارند و علم را یکم حدیث میخوانند، اون مکان را فرشته ها جمع می‌آورند. الحمدلله در چنین مکان هستیم. آماده باشید، انشالله درس را آغاز میکنیم. چون به مثل پیشتر درس را از حدیث آغاز میکنیم. حدیث درباره فضیلت قرآن. حدیث امروز را من به شما میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ابن مسعود، خداوند از او راضی بود، روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که خواهد مهر و محبتش نسبت خداوند و نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم افزاید، یعنی زیاد شود، مصحف را کشاده تلاوت کند. یعنی که قرآن را کشاده از قرآن تلاوت کند. بار دیگر حدیث را تکرار میکنم که راوی این حدیث ابن مسعود می باشند که ابن مسعود یکی از مفسران بزرگ هستند. گفتند که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که گفتند کسی که اگر خواهد مهر و محبتش نسبت الله و نسبت پیامبرش صلی الله علیه و سلم افزاید، اینه که محبت افزاید، زیاد شود، مصحف را کشاده تلاوت کند. یعنی که قرآن را کشاده نگاه کرده تلاوت کند. که این درباره فضیلت قرآن را کشاده خواندن می رود. در این حدیث مسئله درباره قرآن را کشاده و آن را خواندن، یعنی که چقدر اجر دارد. یعنی که این سبب می شود وقتی که ما قرآن را می کشاییم و می خوانیم قرآن را، این سببی چی می شده است؟ مهر محبت ما زیاد شدن به این کتاب، به قرآن، به الله و به پیامبرش. چون که الله سبحانه و تعالی این کتاب را با واسطه جبرئیل به پیامبر فرستاد و تا پیامبر این کتاب را بر ما برساند. و اگر ما آن را بکشاییم و تلاوت بکنیم، چون که در این حدیث آمده است، مهر محبت ما به الله و به پیامبر و به کتابش زیاد می شود انشاءالله. دعا کنیم که همه ما قرآن را با قاعده ها و با قاعده های تجوید و بی خطا بخوانیم. خداوند در این بر ما کمک کند انشاءالله. درس امروزه چون که در لوحه به شما معلوم است، در لوحه که گذاشتیم، قاعده مد متصل و مد منفصل را امروز ما به شما میگذاریم. و در درس پیشی ما به شما خیله های مد را گذاشتیم و مد طبیعی را گذاشتیم که مقدار 2 حرکت کشیده خوانده میشد به مانند قال، قیل، یقول، یعنی که از 2 حرکت زیاد نه. و امروز مد، این مدی که می باشد که مد متصل،
که از 2 حرکت زیاد خوانده می شود. 4 حرکت یا 5 یا که 6 حرکت هم خوانده می شود. همه شما با درس آماده هستید؟ سلام 04 از ما درس داریم، درسی تجوید. اگر نیتی در درس اشتراک کردن داشته شد مرحمت و به این سوال هایتان بعد جواب میدهیم. همه شما اگر به درس تیار باشید انشاءالله درس را سر میکنیم و وظیفه خانگی را همه اجرا کرد. وظیفه خانگی را یکی سوره ها را خواندید و قاعده های مد را و دیگر قاعده هایی که از تجوید گذاشتیم در سوره ها یافتید. وظیفه خانگی را هم اجرا کرد. بله، به شما بهای 5 میگذاریم باز که اجرا کرد. وظیفه خانگی را باز که اجرا کرد. یک آدم تمام. وظیفه خانگی را باز که اجرا کرد. نبوده در درس پیش انشالله در آمده تماشا بکنید. ما درس را گذاشتگی هستیم. برادر حسین اگر شما خطا خونید این درس ها برای شما و به شما توصیه میدیم که در آمده در کانال ما اول مخرج حرف ها است. درس های مخرج حرف ها اون درس ها رو بگذارید و این درس های تجویدی را هم گوش بکنید. انشالله اینه که تلفظ حرف رو درست بکنید و قرآن رو انشالله درست میخونید. الحمدلله ما همه خوب هستیم. ماشاءالله خوب. انشالله درس را آغاز میکنیم. همه شما وظیفه خانگی رو باز که اجرا کرد هیچ کس گپ نمیزند. برادران و خواهران فراموش نکنید که آن درسی که ما میگذاریم اگر شما در خانه کتاب رو کشوده آن رو در قرآن یابید این به شما اینه که در حفظ در یاد شما میستد. به همین سبب این کارها رو وظیفه خانگی رو اجرا بکنید که تا که در یادتان ایستد. انشالله درس را آغاز میکنیم. مادامی که همه تیار باشد برای خاطر این بیگاه در صنف هستیم که همش ساز است. صنف اینه که چراغ ها است. به همین سبب درس را انشاءالله آغاز میکنیم. به درس گوش بدهید. انشاءالله درس را آغاز میکنیم. مد متصل. سوال: کدام وقت مد متصل می شود؟ کدام وقت مد متصل می شود؟ جواب: حرف مد آمده بعد آن سبب مد همزه آمده هر دویش در یک کلمه آیند مد متصل می شود. اینه که ما در درس های پیشتر به شما گفتیم که هست حرفای مد و هست سبب مد. حرفای مد 3 تا بود: واو، الف و یا. و سبب مد گفتیم که 2 تا بود: همزه و سکون. در مد متصل بعد از حرف های مدی واو، الف، یا همزه آید در یک کلمه این مد را مد متصل میگویند. مثال: جاء، سوء،
سیء. مثال جاء. ببینید حرف مد، بعد از حرف مد حمزه در یک کلمه آمد، این میشد مد متصل. جاء. مثال دوم سیء. سیء. بعد از حرف یا حرف مد است، بعد از حرف مد حمزه آمد در یک کلمه، این هم مد متصل می شود. سیء. مسئله سوم، بعد از حرف واو حمزه آمد در یک کلمه، این هم مد متصل می شود. سوء. 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 مد متصل مقدار چند حرکت خوانده می شود؟ جواب: مد متصل مقدار 4 حرکت خوانده می شود. از 4 حرکت اگر کمتر خوانیم خطا می شود. برای همین مقدار 4 حرکت خواندنش واجب است. مثال ببینید در اینجا اما این حرف الف یعنی که 4 الف باید بخوانیم. جاء. جاء. در اینجا حرف ای رو باید 4 تا بخونیم. سیء. سیء. در اینجا حرف او رو باید 4 تا بخونیم. سوء. سوء. اگر مقدار 2 حرکت کشیم، سوء خوانیم یا سیء یا جاء، این خطا می باشد. برای خاطر مد متصل 4 حرکت خواندن چیست؟ واجب است. و این چنین مد متصل را 4 یا 5 یا 6 حرکت می خوانند. 4 یا 5 یا 6 حرکت را می خوانند. اینه که جاء ممکن است 5 حرکت، ممکن است 6 حرکت در وقت ایستادن. اینه که از همه کمتر 4. از 4 اگر کمتر شما بخوانید این خطا می شود. این بود مد متصل. سوال ها آید مد متصل باشد مرحمت. اگر از 4 حرکت کمتر بخوانید در این حالت گناهکار می شوید. برای خاطر که مد متصل 4 حرکت خواندنش واجب است. برای همین سوره نصر ما چخیل می خوانیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح. همین قاعده مد متصل در سوره نصر هست. اذا جاء نصر الله والفتح. اگر شما بخونید اذا جاء نصر الله این خطا می شود. به همین خاطر شما 4 حرکت بخونید. اذا جاء نصر الله والفتح. اگر مد متصل به شما فهم باشد، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر مد متصل به شما فهم باشد به مد منفصل میگذاریم. هیچ گپ ندارد. انشاءالله ما باز یک بار دیگر به طرز تیزتر به شما یک بار دیگر میفهمانم که تا شخصانی که نو پیوست شدن آنها را بدانند. مد متصل چیست؟ هر وقتی که بعد از حرفهای مد واو الف یای، هر وقتی که بعد از حرفهای مد واو الف یای حمزه آید در یک کلمه، در داخل یک کلمه، در این حالت مد متصل می باشد. معنی کلمه متصل اتصال یعنی که پیوست بودن است. یعنی که حرف مد و سبب مد در یک کلمه پیوست آمدند. به همین سبب این مد را مد متصل نامیدند. مد متصل نامیدند. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
باری دیگر مد متصل چیست؟ مد متصل چیست؟ مد متصل این مدی می باشد که اگر بعد از حرف های مد، حرف واو، الف، یای، حمزه در یک کلمه آید، مد متصل می باشد. این را مد متصل می نامند. مقدار 4، 5 یا 6 حرکت خوانده می شود. اگر از 4 حرکت کمتر خوانیم گناهکار می شویم. جاء، سیء، سوء. به چی سبب مد متصل نامیدن؟ به سبب آنه که حرف مد و حمزه در داخل کلمه آمدن، در یک کلمه، یعنی اتصال شده در داخل یک کلمه آمدن و همین سبب آن را متصل معنی پیوست را دارد، یعنی که در یک کلمه آمدن را دارد. این بود مد متصل. دوام درس مد منفصل. مد منفصله. مد منفصله چیست؟ سوال: کدام وقت مد منفصله می شود؟ جواب: حرف مد آمده، بعد از آن سبب مد حمزه آید و این حمزه در کلمه دیگر آید، یعنی که در داخل یک کلمه در کلمه دیگر آید، این را مد متصل می گویند. مد متصل را مقدار 2، 4 یا 5 حرکت خوانده می شود. یعنی مد متصل را مقدار 2، 4، 5 یا در وقت ایستادن تا 6 حرکت هم خوانده می شود. مثال ها را در دسکه در تخته ما نوشته و شما نشان میدیم. ببینید مثال های مد منفصل. اگر حرف مد آید، ببینید من حرف مد و بعد از آن حمزه آید، من حمزه، در کلمه های گوناگون، در دو کلمه، ببینید اینجا یک کلمه، اینجا کلمه دیگر، اینه که کلمه یکم با حرف های مد تمام می شود و کلمه دوم با حمزه آغاز می شود با سبب مد. اگر بعد از حرف مد حمزه آید در کلمه دیگر، این مد را مد منفصل می گویند. مد منفصله، معنای کلمه منفصله یعنی که جدا شدن، جداگانه، یعنی که در یک کلمه نه و در کلمه جدا، یعنی که حرف مد و سبب مد در یک کلمه نآمدن، در کلمه های علاهیده، در کلمه های جداگانه آمدن. به همین سبب این مد را مد منفصله می گویند که مقدار 2، 3، 5 و یا تا 6 حرکت خوانده می شود. مقدار 2، 3، 5 و یا 6 حرکت خوانده می شود. مثال سوره کوثر: اینا اعطیناک الکوثر. اینا اعطیناک الکوثر. ببینید بعد از الف که حرف مد است، حمزه آمد در کلمه های گوناگون، این میشد مد منفصل. مقدار 2، 3 یا 5 یا 6 خوانده میشود. اینا اعطینا، میتونیم مقدار 3 حرکت خوانیم. اینا اعطیناک الکوثر. مثال دیگر در سوره کافرون، این هم بعد از حرف مد، معنی حرف مد است، حرف الف بعد از حرف مد، سبب مد در کلمه دیگر آید. ببینید اینجا کلمه یکم لا، کلمه دوم اعبدو، یعنی که حرف مد و سبب مد در کلمه های گوناگون آمدن. ما مقدار 2 یا 3 یا 4 یا 5 تا 6 حرکت خوانده می توانیم. مثال: لا اعبدو، لا اعبدو، لا اعبدو. اگر مقدار 1 حرکت خوانیم خطا میشد، مثل لا اعبدو. اگر لا اعبدو خوانیم معنای کلمه دیگر می یابد. در اینجا اگر بجای این نه اعطینا خوانیم، معنای این جمله تغییر می یابد. به همین سبب
از دو حرکت کم خواندن خطا است. در اینجا این نه اعطینا، در اینجا لا اعبدو. برادران، یک چیز رو به شما گفتنی هم که فرق بین مد منفصل و مد متصل در چیست. مد متصل این مد واجب است. اگر از 4 حرکت کمتر خوانیم گناهکار می شویم. یکی 2 حرکت خوانیم اگر این خطا حساب می شود. ولیکن مد منفصل این مد واجبه نیست. این را میتونیم 2 حرکت خوانیم، میتونیم 3 حرکت خوانیم، 5 یا 6 تا 6 خواندن می شود. و مسئله دیگر این است که اگر در یک آیت هم مد متصله و هم مد منفصله آید، گوش بدهید. اگر یک آیتی که شما میخوانید در همین آیت هم مد متصل آمده است و هم مد منفصل آمده است، چی باید کرد؟ این رو بدونید که باید مد متصل همه وقت از مد منفصله دراز کشیده درازتر خوانیم. اگر مد متصل را 4 حرکت بخوانیم، مد منفصل را 2 یا 4 میخوانیم. از 4 زیاد خواندن نمیتوانیم، برای خاطری که حق مد متصل بالاتر است. اگر مد متصل را 5 حرکت خواندیم، مد منفصله را 2 3 یا 5 میخوانیم. از 5 بالا خواندن نمیتوانیم، برای خاطری که مد متصله حقش بالاتر است. اگر مد متصله را 6 حرکت خواندیم، مد منفصله را میتوانیم 2 یا 3 یا 5 یا که تا 6 حرکت بخوانیم. و اگر شما مد متصله را 4 خواندید و مد منفصله را 6 خواندید، در این حالت خطا می شود، برای خاطر حق مد منفصله از متصله کمتر پایانتر است. یعنی که همه وقت مد منفصله یا برابر مد متصله یا کم خوانده می شود. فهمیدید؟ یا برابر مد متصله یا کمتر خوانده می شود. و اگر شما مد منفصله را از مد متصله زیاد خواندید، در اینجا خطا میکنید. و مسئله دیگر این است که اگر در وقتی که شما سوره میخوانید در یک چند آیت ها مد متصله آید یا که منفصله آید، باید همشان را یک خیله خوانید. مثال در آیت یکم مد متصله را 4 حرکت خواندید، در آیت دوم هم حرکت کنید که 4 بخونید، در آیت سوم هم حرکت کنید که 4 حرکت بخونید، در آیت بعدی هم. اگر شما در آیت یکم 5 حرکت خوندید، در آیت دوم حرکت کنید که 5 خوانید. یعنی که این ترتیب باشد. ترتیب یعنی که ترتیب در در همه آیات ها ترتیب یخی باشد. این هم به شما فهمو شد؟ یعنی که اگر در آیت یکم 4 حرکت خوانید، در دوم 5 حرکت، در سوم 6 حرکت، در چهارم باز 4 حرکت، یعنی که آوازتان پست و بلند کرده ایستاده، یعنی که کمتر در خوانیشتان وای میشد. چی گویم؟ خوانیشتان خطا نه و کمتر یعنی که زیبا نمیشود. یعنی که وقتی یک آیت رو دراز خوانید، یک آیت رو کوتاه کرده خوانید، به همین سبب خوبتر میشد که بهتر است که همه آیت ها رو یک خیل کشید. اگر 4 حرکت سر کردید، همش رو 4 حرکت کشید. اگر 5 سر کردید، همش رو 5 بکشید که در تلاوت شما یعنی که تلاوت شما زیبا باشد. این به همه شما فهمو شد؟ سوال ها باشد آیید مد متصله و منفصله مرحمت. سوال ها باشد مرحمت، سوال های خود رو بدید. مرحمت. ماشاءالله. خوب، ما خرسند هستیم که به شما فهمانده دادیم، دست رو فهمانده تا نیستیم با فضل الله. ما خیلی شاد هستیم. سوال ها باشد مرحمت فاید این مدها. فاید مد متصله و منفصله سوال ها باشد مرحمت. برادر گوش بکنید. حرف های متصله و منفصله کدام هایند؟
حرفای مد 3 حرف می شوند همه وقت. واو، الف، یای. واو، الف، یای اینا حرفای مد می شوند. و سبب مد منفصله و متصله حمزه می باشد. سبب مد منفصله و متصله حمزه می باشد. فقط فرق در این است که در مد متصله الف و یعنی که حرف مد و سبب مد در داخل یک کلمه می آیند. ببینید در داخل یک کلمه. و مد منفصله در کلمه های گوناگون. ببینید حرف مد در آخر کلمه یکم آمد و سبب مد که حمزه است در کلمه دوم آمد. فهمو شده؟ فرقیتش همین است. و یک چیزی دیگر رو به شما بگویم که اگر شما زبان عربی را ندانید و از کجا میدونید که اینجا دو کلمه است یا که یک کلمه است، چی خیلی فرق بکنیم؟ با اهمیت گوش بدهید. اگر شما زبان عربی را ندانید، وقتی که قرآن را میکشید و فرق نمیکنید که اینجا دو کلمه است و یک کلمه است، چی طور ما بفهمیم که این مد متصل است یا مد منفصل است؟ ببینید همه وقت برادران گوش بکنید، همه وقت مد حمزه وقتی که در مد متصله می آید، ببینید علاهیده یعنی که به الف نوشته، یعنی که به الف محتاج ندارد، یعنی که به الف نوشته میشه. ببینید حمزه به الف است، در اینجا هم حمزه به الف است. و در مد منفصله ببینید حمزه همه وقت در روی الف نوشته شده است. ببینید حمزه در روی الف نوشته شده است. یعنی که شما از این الف میتونید که فرق بکنید که این منفصله است و اینش متصله است. این هم یکی از علامت ها می باشد که با این علامت ها میتونید شما فرق بکنید که این متصله است یا منفصله است. دیمک اگر بعد از حرف های مد واو، الف، یای اگر حمزه به الف آید، یعنی خودی حمزه آید، این متصل است. و اگر بعد از حرف های مد حمزه در بالای این الف در بالای الف آید، این مد منفصله است. این است یکی از فرقیت های آن. یعنی که با این علامت میتوانید، با این سبب میتوانید مد منفصله را از متصله فرق بکنید. بار دیگر تکرار میکنم، مد متصله حمزه به الف می آید، خودش تنها می آید، و در مد منفصله حمزه در روی الف می آید. این هم به شما فهمو شد؟ خوب فهمو شده باشد، ماشاءالله، بهترین. آمین آمین. و از شما هم راضی باشد، خداوند از همه ما راضی باشد و این درس ها را قبول بگرداند و اجرش را خودش بدهد. قرآن، استاد قرآن میخوانیم الحمدلله، اما معنیش را نمیفهمیم، حکمش چی میشود؟ اگر قرآن را نه تلاوت کنید، سوره ها را به خطا خوانید، انشالله اجر هست است، ثواب هست است. و در آموختن زبان عربی شوید یا که ترجمه سوره که در نماز میخوانید، تفسیر ترجمه این سوره ها را بخوانید و اگر فهمید که در نماز چی خوانده ایستاده اید، انشالله با ثوابش بهتر میشود. اویدی در سوال باشد مرحمت. شب معراج گذشت، شب معراج گذشتگی است. اویدی در سوال باشد مرحمت. سلامت باشید انشالله. اگر چنین شاگردان پیدا شوند مثل شما که میخواهید که درس بگیرید، انشالله ما برای شما وقت
جدا کرده میتوانیم و فقط همین که حرکت کنید که همه درس ها رو در همین درس رو اشتراک بکنید و آن روزایی که درس می شود همه وقت ما پیشتر اعلام رو میگذاریم. به همین سبب نظر بکنید انشالله. من میدونم گذشت در کدام ماه هست، راستی نمیدونم در کدام ماه بود، نه که گذشت به قریبی بود. آمین. آیدی در سوال ها هست؟ آیدی در سوال ها باشد مرحمت. داخل نوشته وقتی تلفظش فرق دارد. ماشاءالله سوال نباشد. الحمدلله که درس را یا خوب فهمیدید یا نفهمیدید. انشالله امیدوارم که درس را خوب فهمیدید. خوب انشالله وظیفه خانگی سوره کافرون را بکشایید، بخوانید و این قاعده های مد متصل و منفصله را در آنجا یابید و اگر سوال ها پیدا شود بنویسید. اگر یگان نافهماگی باشد انشالله بنویسید. مرحمت. آیدی در سوال باشد مرحمت. اینکه فرقیت بله امروز فقط یکی از شما باها گرفته، تمام دیگران تیار نبودن به دست. به همین سبب به همه باز یک بار دیگر میگویم که سوره کافرون را بکشایید و در آنجا مدی متصل یا منفصل باشد بخوانید. اگر توانید در دفتر بنویسید این سوره ها را، برای خاطر که با قلم نشانه کردن که این متصل است و ایش منفصل است، به خود شما انشاءالله فایدهش میرسد. و سوره قدر را هم یعنی که دو سوره به شما در وظیفه خوانگی، یکم سوره کافرون، دویم سوره قدر. همین دو سوره را قرآن را کشاده خوانده و این مدها را در آنجا بیابید. سوره کافرون و سوره قدر. معنای متصل یعنی که اتصله، یعنی که پیوست بودن، یعنی که حرف مد و سبب مد پیوست در یک کلمه بودن را دارد. و منفصل یعنی که جدا بودن. خوب گوش بدهید، منفصل یعنی که جدا بودن، یعنی که حرف مد و سبب جدا هستند، در داخل کلمه نیستند ولی که جدا هستند. فهمو شد؟ معنی کلمه متصل یعنی که پیوست بودن. اتصاله از کلمه اتصاله یعنی که پیوست بودن در، یعنی که حرف مد و سبب مد در داخل کلمه بودن را میفهماند. و منفصل از کلمه انفصله یعنی که جدا بودن، یعنی که حرف مد و سبب مد در کلمه های گوناگون، در کلمه های جداگانه آمده هستند. به همین سبب این قاعده ها را متصل و منفصل گذاشته. به فکرم فهمیدید. حمزه با الف چی معنا دارد و به الف چی معنا؟ هزار رحمتی الله به شما. اگر حمزه با الف و حمزه به الف در این قاعده امروزه اگر در نظر داشته باشید، در قاعده متصل حمزه به الف می آید. چون که ما نوشتیم حمزه به الف می آید
و در قاعده مد متصل حمزه در بالای الف می آید. این یک علامت ها است که ما می توانیم فرق بکنیم که مد متصل کدام و مد منفصل کدام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دیر کرده باشید ان شاء الله نوار را از سر تماشا بکنیم. کجا همین ویدیوها تا کانالتون؟ بله ما در کانال میگذاریم اونها را تماشا بکنید. و درس های مختصر هم داریم. این درس هایی که ما با شما میگذاریم این درس ها را در دوام 5-6 دقیقه مختصر کرده گذاشتیم. اونها را استفاده برید. انشالله آن روزی که من میدونم که میتوانم درس دادن 2-3 ساعت پیشتر من اعلان رو می نویسم. اعلان رو دیده بعد می دارید انشالله. بیرون از درس سوال دادم ممکن وقت کم مانده است انشالله بود به خانه رفتن در کار. به همین سبب در کامنتر بنویسید و اگر در کامنتری بنویسید و اگر پیدا شد در آنجا جواب میدیم. به همین درس امروزه را به آخر میرسانیم. به همه شما مینتدار هستم، تشکر میکنم. خداوند علم شما را زیاد بگردد که وقت وقت در این درس اشتراک کردید. خداوند خودش به درگاهش قبول بگرداند این سعی و کوشش شما را. خداوند خودش به شما علم نافع، علم فایده آور به شما نصیب بگرداند. وظیفه خانگی را فراموش نکنید. انشاءالله درس دیگر از همه شما وظیفه خانگی را میپرسم. سوره کافرون و سوره قدر را کشاده خوانده این قاعده ها را یافته. خوب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم واكرمنا بنور العلم والفهم. اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم برحمتك یا ارحم الراحمین. برای شخصانی که نو آبونه شده هستند و نو در درس اشتراک دارند به کانال درآیید. در کانال ما نوارهای مخرج حرف ها است. مخرج حرف ها است. این چنین در حدیث ها هست درباره فضیلت قرآن، یعنی که تو نیز از اهل قرآن باش. از این نوارها استفاده برید و با یار و دوستان خود بفرستید تا آنها هم بفهمن، گوش بکنن و یک رغبت، یک خواهش قرآن خواندن آنها هم پیدا بشود. چون بعضی برادران بعد از گوش کردن این حدیث ها گفتن که یعنی که پیدا شد رغبت و خواهش خواندن قرآن پیدا شد. انشالله این نوارها را با یار دوستان خود بفرستید. انشالله در ثواب با ما شریک میشوید. و این چنین ما که نماز که ماه شریف رمضان نزدیک شده ایستاده است، این چنین ما نوارهای گذاشته ایستادیم، حدیث ها درباره رمضان، اینه که هر یک حدیث درباره فضیلت رمضان است. انشالله این حدیث ها را هم گوش بکنید و با یار دوستان بفرستید تا انشالله ثواب به همه ما و شما رسد. ای ماشاءالله، دعا کنید که انشالله ارزانتر بشود. بله، سوره کافرون و لیلة القدر را وظیفه خانگی دادیم. تخمینا پنجم ماه سر میشد انشالله. به همین سبب آماده باشید. این ماه شعبان است. بعد از ماه شعبان ماه رمضان می آید. در حدیث ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این ماه شعبان هم بسیار روزه می داشتند. روزهای دوشنبه پنجشنبه را روزه می داشتند. روزهای 13 14 15 را روزه می داشتند. به همین سبب انشالله در این ماه هم روزه بگیرید، روزهای نفل را بگیرید و تیاری بینید به ماه شریف رمضان.
درس های تجوید تو حاضر همش را نگذاشتیم. همون درس های مختصرش را که 5-6 دقیقه هستند همانها را گوش بکنید. اگر در شما یعنی که اینترنت قیمت باشد از همان درس های 5-6 دقیقه. از ما به فکرم درس پنجم را گذاشتیم و این آگاه انشاءالله درس ششم را هم میگذاریم. از آن استفاده ببرید. در آنجا کوتاه کرده فهمانده هستیم. خوب نباشد به همین درس را آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در امان الله باشید.